با تورم رو انتخاب میکنه یا صندلی ریاستش رو. به استودیو برمیگردیم. متشکرم رعنا. ارتباط مستقیم داریم با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. آقای اسدی، اصولا نحوه تعیین نرخ بهره به شیوه دولت آقای احمدی نژاد چه تأثیری میذاره بر روند اقتصادی کشور؟ فکر میکنم که آقای اسدی ممکنه صدای ما رو نشنون. من سوال رو تکرار میکنم. آقای اسدی، امیدوارم که الان صدای من رو بشنوید. اصولا تعیین نرخ بهره به شیوه دولت آقای احمدی نژاد چه تأثیری میگذاره در روند اقتصادی کشور؟ خب ارتباط برقرار نیست. برمیگردیم به آقای جمشید اسدی موقعی که ارتباط با پاریس برقرار بشه. در ادامه برنامه از آزمایش تازه پلیس ایران میگوییم که با آزمایش پناه فرهاد بهمن، BBC. خب خبرها رو ادامه میدیم. نمایندگان 20 اقتصاد بزرگ دنیا موافقت کردند منابع مالی صندوق جهانی پول را افزایش دهند. این اقدام برای کمک به کشورهایی است که از بحران جهانی اقتصاد لطمه دیدند. اما نخست گزارشی داریم از سعید توفیقی. خب به نظر میاد که با این پخش این گزارش مشکل داریم. اینه که پوزش میخوام از اشکالات امشب و خبر دیگر رو ادامه میدیم. بیست سال پیش اندیشه‌ای متولد شد که توانست فرین آسمی، BBC. باید پوزش بخوام از مشکلاتی که امشب در پخش برخی از گزارش‌ها و همچنین ارتباط با پاریس پیش اومده. سعی می‌کنیم که این ارتباطات رو برقرار کنیم و گزارش‌ها رو سر جاشون براتون پخش کنیم. این گزارشی که الان دیدید گزارشی بود از همکارم فرین آسمی که درباره یکی از بزرگترین اختراعات قرن 20 هست و اون شبکه جهانی وب که در آغاز بیشتر جنبه تلفن و کنجکاوی داشت، اما 20 سال پس از تولد اون امروز برای خیلی‌ها تصور زندگی بدون اینترنت غیر ممکن